امام اعظم، ابو حنیفه، ابن ثابت، ابن نومان و ابن مرزبان، یعنی نومی با کلامش صف پشت پیشش به دست مرزبان. یعنی چی معنا داره؟ یکم که توجیک بدنش نشون میده که امام اعظم ابن مرزبان. دوم این که همین کلمه نبینید، اصطلاح بینید، یعنی نومی همون فرزندش مرزبان گذاشته به دست. اگر امام اعظم عصر 8 باشه و بابا کلامش عصر 7 بده 6 بده، یعنی در همون عصر توجیه نومی بچه‌ش مرزبان گذاشته است. این چی معنا داره؟ یعنی این یک ارزش بوده است. اینو بچه چی میگذاری؟ حتما یک نومی بزرگ میگذاری، اینو بزرگ مهر میگذاری، اینو شیروان میگذاری، رستم میگذاری، به امیدی که او یک ارزش باید نام یک ارزش ifade کنند. اما وقتی که بابا کلون امام اعظم، یعنی بابا کلون همه ما آمده است پسرش مرزبان نامونده است، این معناش که این انا این ارزش انش ریشه چپور دارد در فرهنگ ما و خوشبختانه به همین زبان امروزه تاجیکی مرزبان گذاشته است. خیلی گپ مهم است.